السلام علیکم و رحمت الله. امروز ها ما دیدیم که یک بدبخت در روسیه همون قابل جان 10 ساله را به قتل رساند. مادرش را پریشان خاطر کرد. من چی گفتنیم برادرها؟ امروز ها تسلیتی، همه تسلیتی مادری قابل جان دارن، نه اینکه مردم تاجیکستان، مردم دیگر منطقه ها، حتی روزها گریه دارن در حال اون مادر تسلیت میکنن. شاید تسلیت قلبی اون مادر به جا نمیآید، البته آسان نمیداریم، لیکن من نیز به اون مادر گفتنیم که مادر، فرزند شما همین قدر عمر داشت. همه عالم اگر یک جا شوند، یک نفس از عمر یک کس کم کردن نمیتوانند اگر اراده خداوندی نباشد، یا همه یک جا شوند نمیتوانند که عمر یک کس را یک نفس دراز کنند. عمر فرزند شما اینقدر بود و مرگ زیبا یافت، به شهادت رسید. اون نواری که او بدبخت کرد، او هم یک به حکمت نیست. البته تمام دنیا دید که چخیل در یک چهره زیبا، چهره خندان به شهادت رسید فرزند شما. انشاءالله که داخل جنت شد. خداوند در آیت کریم میفرماید که فهو فی عیشت راضیه، یعنی برای جنتیان آنچنان حیاتی میتیم که شرطاً راضی میشوند. و فرزند شما نیز وقتی داخل جنت میشود، وقتی جنتیان از در می درآید، ما دیدیم که شما چه خیلی در پس او دروازه هراسان بودید، چون مرغی که چوجه های خود را گم میکند و شاید از کجای بیابد نالان و حیران میشود. شما این چنان بودید. فرزند شما نیز در داخل جنت انشاءالله همه خیلی میشود و از او پرسیده میشود که چرا اینطور آخه داخل جنت شدی، چرا نالانی هراسانی؟ و او میگوید که مادر من در غریبی ها من ماند رفتم، امروز من چگونه آرام باشم که مادرم در بر من نباشد؟ و خداوند که وعده داد که فهو فی عیشت راضیه، امر میکند شرطاً این را راضی کنید و شما را میارن انشاءالله به پیش فرزندتان، همراه به سعادت آخرت میرسید انشاءالله. از همین سبب من گفتنیم که مادر عزیز، فرزندتان را به الله سپارید، او بدبخت را نیز به الله سپارید. انشاءالله پروردگار حکمی عادلی هست که دیگر حکمان نمیتواند قرار همچون پروردگار قبول کند. سپارید فرزندی هم خود را هم او بدبخت را به خداوند و تسلیت دلتان این باشد که شما و فرزندتان انشاءالله به سعادت آخرت میرسید. البته این حالها برای مؤمنان و برای صبر کنندگان است. من از شما صبر جمیل میخواهم که کنید. من برادرها بلاگر نیستم و از این نواری کردم یگان منفعت دنیایی نمیخواهم. فقط میخواهم که همچون نوارهای دیگر پهن کنید، شاید به او مادر رسد و مادر بینن، شاید اندک تسلیت دلشان شود و از ثوابش ما و شما نیز برخوردار گردیم. السلام علیکم و رحمت الله